اکثر ما درک نمی کنیم که اقیانوس چقدر میتونه عمیق و وحشتناک باشه. تصور کنید اینگونه به درون اقیانوس بیفتید. خب حالا بیایید از ساحل شروع کنیم. در عمق 10 متری آب شما فشاری بیش از 2 کیلوگرم بر هر سانتی متر مربع از بدنتون احساس میکنید. تو عمق 214 متری رکورد تایید شده یک غواص بدون تجهیزات رو پشت سر میذارید. تو عمق 830 متر شما بلندترین ساختمان روی زمین هستید و تو عمق 1000 متری دیگه هیچ نوری از خورشید به شما نمیرسه و تا الان فقط 1/10 راه رو رفتید پایین. تو عمق 1220 متر شما تو قلمرو عمیق‌ترین زیردریایی‌های نظامی هستید. تو عمق 3.8 کیلومتر به تایتانیک میرسید و کمی بالاتر از اون جاییه که زیردریایی تایتان دچار درونپاشی شد و عمیق‌ترین گودال طبیعی زمین حدود 11 کیلومتر عمق داره. یعنی به هر سانتی متر مربع از بدن شما 1200 کیلوگرم فشار وارد میشه. این گودال ماریاناست. یعنی اگه کوه اورست رو وارونه اینجا بذاریم هنوز بیش از 2 کیلومتر تا کف گودال فاصله خواهد داشت.